کودکان من چند سال شده بخیر در بدر گشتم در اینترنت اینکه بوده روز شنبه بازار من میگیرم تو خونه به خونه. دخترانی مستوره محمدова 4 سال پیش از خانه اینترنت خارج شده تمام این مدت دور از تحصیل در بدر میگردند. این مادر که میگوید سرپناهی ندارد فرزندان نیمه یتیمش را به تربیت یتیمخانه سپرده بود. کودکان جواب دادن خطی وفات پدر نداره ای مادر نداره پروپسکای شهر نیست گفت نمیشه گفت همین وای کردن نشد. در پی یک قراری حکومت درباره محدود کردن فعالیت مکتب اینترنت ها و من بعد خاتمه دادن به تحصیل در این مؤسسه ها در اکثر یتیمخانه ها برای کودکان و نوزادان از عائله های کم بضاعت و نیمه یتیم بسته شد. اکثر کودکان چنین خانواده ها هم به عائله های خود برگردانیده شدند. قراری که به تاکید تحلیلگران نه همیشه پیامدی مثبت دارد. طوری که میگن این به خاطر مثلا این است که کودکان باید در عائله تربیت شوند و فرهنگ و آداب و رسوم مثلا عائله و اینا رو باید فرا بگیرند. اما بیچاره همون عائله هایی که خودشان سرپناه ندارند نمیتوانند مثلا که خودشان رو تامین کنند کجا رسد که به فرزنداشون. بعدی بازگشت به نزد مادری که هیچ شرایطی نداشت و گاهی در خانه اجاره و گاهی دیگر در منزل خویش و تبار زندگی میکند، دختران پور از تحصیل کنار مانده با مشکلی زیاد روبرو شدند. خودی مستوره میگوید یگان معلومات ندارد و در 16 سالگی شوهر کرده است. میترسد که کودکان مثل او به سرنوشت و به خط و سواد به وای میرسند. همین کودکای من در خونه اینترنت مونه کی اوایل در همونجا خونن در همونجا یگان واسپیتا تل شون یگان همونجا در ایستن که من جون ندارم من در همین چقدر قینه لباس از دورم نمیرسه پاپشویشون از دورم نمیرسه چه خمده مشکله ده پاپشی نداره میگه خیلی نداره بو خیلی نداره من نمیدونم چیکار کنم. مستوره محمد و میگوید دختران او یکی باید در صنف 7 و دیگری در صنف 6 تحصیل کنند. این زن میگوید از 3 ازدواج 4 فرزند دارد و حالا تربیت 3 فرزند به عهده خود اوست. من با یه بچه جدا شدیم اومدم. خیلی بچه میخواد خطی من بود خطی آتش بود خیلی سیستم عذاب. من با دیم باره شو کردم دو تا دخترچه کردم. خیلی شوهر مایزاده بود سیستم عذاب میداد ما بیسو من عذاب میداد خیلی نمیشید تماما زندگی کردن نمیشید خطی وای آدم. خیلی من کودکای خونه اینترنت دادم نشد خیلی کودکای در خونه اینترنت دادم در دیدمالود که کنوتایت تاجیکستان رفتن ای کنوتایت تاجیکستان یا چه گیپرازیم روی کنه یا چه 104. این مادر میگوید هیچ یکی از فرزندانش از سوی پدرانشان الیمنت و یا کمک دریافت نمی کنند. از سوی دولت هم هیچ امتیازی ندارند. به نظر تحلیلگران این قشر جامعه باید زیر پناه دولت باشد. شهروندای عادی میتوانند جای کمک کنند ولی این کمک ها و تشبس های شهروندی جامعه شهروندی و دیگر افراد سخاوتمند نمیتونند همه کسانی که نیاز دارند اینا رو پوشانند در بر گیرد. این عائله حالا شب را در منزل های مردم روز میکند. خودی مادر میگوید او هم جانبداری در محیط عائله بزرگ شدن کودکانش است، اما با توجه به وضع زندگیش از پیامدهای ناخوش آن نگران است.